اگه تا حالا به مناطق کردنشین سفر کرده باشی احتمالاً اسم کلاش به گوشت خورده. یه نوع پاپوش سنتی و قدیمی که از دل طبیعت ساخته میشه. امروز اومدم یکی از قدیمی ترین مغازهای فروش کلاش توی بازار سنندج تا خودم از نزدیک ببینم و امتحانش کنم. یه هوا این بزرگتر ساختن یک جفت از اینا 5 روز زمان میبره. کلا کار آرامیه، ما خودمونم آرامی هستیم. این این میخواد زمانی زدیم که خیس بوده. الان انقدر محکمه این میخه رو بهش بزنی میخه رو کج میکنه. دستم که میزنم بهش عینه سنگ میمونه. 4 تا تیرک اینطوری اومده اینجا دیگه اومده بیرین اینو بست کردیم بهش. این لایه‌ها که بازشه 7 متر میشه. آره. این بر اساس یه حالت مثلا تکنولوژی طوری یه چیزی داره. آره. وقتی آدم به چشم میبینه فکر میکنه که مثلا انگار شما یه چرخ خیاطی داشتی اینو انداختی زیرش یا علی دوختی و تموم شد رفت، ولی واقعا اینجوری نیست. رویشه زیرشو که دیدین اینم رویش. چه این ماشینی هم شده؟ نه اصلا نمیشه با ماشین بافتش. اصلا نمیشه. اتفاقا بردن چین هم نه زیرش نه رویش نتونستن. مسافرها که میاد استقبال میکنن. بله اتفاقا خیلی میبرن. نیست اونایی که پوشیده باشن هر سال دیگه نمیتونن نباشن. تمدن اورامی تمدن خیلی قدیمی اصیل و ریشه داره توی جغرافیای این منطقه. صنایع دستی خیلی قدیمیه. خداوکیلی الان قیمت کلاش شما چقدر شروع میشه؟ از 1.5 شد. از 1.5 حدوداً مثلا تا 2 تومن اینا. از عجایبی که داره میگه برای اینکه خوب نگهداری کنیم باید چپ و راستش کنیم. یعنی هر روز این لنگه رو بندازیم مثلا اینو چپ بپوشیم اونو راست بپوشیم.